یادآور می‌شویم که امروز بعد افتتاح مکتب نو در ناحیه کشانیان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با راهبران و فعالان ولایت ختلان ملاقات نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی از جمله تاکید نمودند که برای حل مسائل رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌های ولایت در 10 سال اخیر از حساب بودجت دولتی 24 میلیارد سومانی روانه شده است. حاضرین محترم، دوستان عزیز، طی 3 روز آخر که ما با سفری کاری در ولایت ختلان قرار داریم، در یک شهر و ناحیه‌های ولایت ده‌ها انشاءات اجتماعی اقتصادی و اینفراستراکچوری یعنی ثمره زحمتی سازنده و وطندوستانه ساکنان سربلند ولایت، صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به استفاده سپارده شدند. همه این بنیادکاری ها تحفه ارزنده مردم و صاحبکاران ولایت به جشن مقدس 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشند که در روزهای نوروز بین المللی به استفاده سپارده شدند. با استفاده از فرصت بار دیگر کلی مردم زحمت دوست ولایت ختلان و همه شما را به افتخار جشن بزرگ اجدادیمان نوروز بین المللی تبریک میگویم و آبادی خاندانی هر یکی شما را آرزو دارم. ملاقات امروزه ما و شما در مؤسسه نوبنیاد تحصیلات میانه عمومی که برای 1240 جای نشست در 2 بست در دهه آبشاران دهات زرگر ناحیه کشانیان از جانب مرکزی تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها ساخته شده است برگزار می‌گردد. بنای مؤسسه تعلیمی با طرح بسیار زیبا و زمانوی ساخته شده، در آن برای خوانندگان و آموزگاران تمام شرایط زمانوی مهیا گردیده است. من به همه مسئولان ساختمانچان برای بنیاد چنین یک بنای زمانوی اظهار سپاس نموده، برابران مؤسسه و کارمندان مسئول معارف ناحیه خاطررسان می‌سازم که نظارت مسائل وابسته به نگهداری انشاءات امروزه و آباد و کبودزارکنی اطرافیان، استفاده ثمرناک تجهیزات تعلیمی و صفت تعلیم و تربیه خوانندگان را در سطح بلند برآورد. باعث قناعتمندی است که طبق نقشه چهاربین‌های آبادانی و بنیادکاری تا امروز در ولایت 6290 انشاءات ساخته و استفاده داده شده. در این زمینه بیش از 21000 جای نوی کاری تشکیل کرده شده است. نشاندهنده مذکور 82% نقشه را تشکیل می کند و طوری که ما در جریان سفر مشاهده کردیم وابسته به انشاءات و بناهای باقی مانده کارهای بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در برابر این در بعض شهر و ناحیه‌ها در سمت اجرای نقشه چهاربین‌های آبادانی و بنیادکاری خفامانی به نظر می رسد. از این لحاظ راهبران مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار کرده می‌شوند که همکاری را با ساکنان ولایت خصوصا صاحبکاران و شخصان سخاوتمند تقویت بخشیده وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی را تأمین نمایند. ضرور است که از خانه‌های استقامتی سر کرده به تازه آزاده نمودن حدود شهر و دهه‌ها از جمله محل‌های اهالی نشین، کوچه و خیابان‌ها و تجدید و بنیاد راه و پل‌ها، انشاءات اجتماعی استحصالی خصوصا کارگاه‌های استحصالی و کارخانه‌های صنعتی توجه
خاصه داده شود. خوب بعضا جا میبینیم که مردم فهمیده میشه که در آنجا رهبران کمی کار کردن با مردم، رئیسان جماعت، فعالان دیگران، لیکن در بسیار جا حالا مردم 30 سالگی را طرز میفهمیم که تنها یک چی بنیاد کرده ساختن در کار، این دولت میکند، صاحب کار میکند دیگر مردم چیه؟ ما 3 سال قریب 4 سال میشه تاکید میکنیم که هر یک عائله باید از بنیاد و تعمیر و تجدید خانه و کاشانه و در خود شروع نباید. دولت بنیاد کردن، دولت آباد کردن از زمین جا سر میشه. دولت هم از همون عائله داری سر میشود. از عائله اونه که ندارن امکانیت دادن نکن، پیش از همه حولی و در خود کاشانه خودش، جای خواب خودش، فرزنداش تعبیر کنه، تجدید کنه. خاطر از آن می نمایم که وظیفه های اساسی دولت و حکومت برای 7 سال می بعدند. در سخنرانی رهبر دولت در مراسم سوگند یادکنی ابراز گردیده در پیام نوبتی پرزیدنت مملکت برای سال 2021 مشخص کرده شدند. از جمله در 7 سال آینده ما باید افزایش حجم مجموع محصولات داخلی کشور را تا 2 برابر و حصه طبقه میانه اهالی را به 45% رسانیده، سطح کمبیزاتی را تا 15% کاهش دهیم. اینا کردن ما در کار برای زحمت کشیدن ما. شکرانه ما سال 2022 10 میلیون میشود شماره اهالی جمهوری. 10 میلیون. سال 1992 اهالی مملکت 5 میلیون بود. 2 برابر زیاد میشه. شکرانه دولت ما خدا با ازید زیاده کند. برای مردم تامین کردن مواد آذیخواری چیکار کردن من در کار؟ زحمت کشیده از یک زمین 2 حاصل نه 3-4 حاصل گرفتن از حالا زمینه گذاشتن ما لازم است. در این سمت پیش از همه ضرور است که در سال 2021 استفاده ثمرناک امکانیت و ذخیره‌های موجوده، به کار انداختن اقدام‌های نو و فعال گردانیدن اقدام‌های عمل کننده، جلب سرمایه وطنی و خارجی را تقویت بخشیده در این زمینه اجرای نشاندهنده‌های پیش بینی شده و حل پروبلم‌های روزمره اهالی تامین کرده شد. سال 2020 حجم مجموع محصولات ولایت به 22.1 میلیارد سامانی و حصه آن در مجموع محصولات داخلی کشور به 27% برابر گردیده است. اگر رهبریت ولایت شهر نایاب با یک جای دهقانان خوبتر کار کنند، امکانیت پوره 44 میلیارد سامانی استحصال کردن محصولات در ولایت است. خیلی نسبت به 10 سال پیش علاکیف درجه فهمیش، درجه تجربه پرورش زراعت ها، مخصوصا سبزوات، گرفتن حاصل از زمین ها 2-3 مراتبه، مخصوصا تجربه در گرخانه ها پرورش کردن خیلی در ولایت بیاد که یک سرعتی کمتر بیشتر شد. اینا ادامه دادن در مخصوصا در فصل زمستان استحصال کردن محصولات بسیار ذخیره و امکانات‌های فراوان در ولایت است. این جای کاری با وجود این تاکید می‌سازم که جهت بلند برداشتن نشان دهنده مذکور در ولایت امکانات و اقدارهای استفاده نشده خیلی زیاده. برای حل مسائل رشد اجتماعی و اقتصادی شهر نایاب ولایت در 10 سال اخیر از حساب بودجه دولتی 24 میلیارد سامانی روانه شده است. علاوه بر این برای تامین نمودن ترقیات ساحه‌های مختلف اقتصادیات ولایت و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی در برنامه نوی رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت ختلان برای سالهای 2021 و 2025 عملی سازی 279 لایحه با مبلغ عمومی زیاده از
2.5 میلیارد سامانی پیش بینی گردیده است که از رهبران و مسئولین ولایت و شهر نایای آن اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می‌نماید. زیرا سطح پستی جلب سرمایه وطنی و خارجی از جمله سرمایه مستقیم باعث اجرا نشدن 54% لایحه‌های در برنامه قبلی ولایت برای سالهای 2016-2020 پیش بینی شده گردید. طبق معلومات آماری سرمایه مستقیم سال 2020 به ولایت جلب شده همگی 790 میلیون سامانی را تشکیل داده است که برای تامین نمودن رشد باثبات ولایت کلانترین کشور ناکفایه می باشد. بنابراین برای سان ولایت و شهر نایا سپارش داده می شود که یکجا با وزارت و اداره های دخلدار همکاری را با سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی در سمت دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌زایی لایحه‌ها گسترش داده، اینچنین برای رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه مخصوصا بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعت سبک و خوراکواری جهت کارکرد محصولات کشاورزی از ذخیره و امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده نمایند. در دوره صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت در ولایت 71 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی شده. مبلغی در دایره آنها از خود شده بیش از 11 میلیارد سامانی را تشکیل می‌دهد. حالا در حدود ولایت تطبیق با 35 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه داشته، در دایره آنها تا امروز بیش از 5.5 میلیارد سامانی از خود کرده شده است. لایحه‌های مذکور برای ساختمان و تعمیر و تجهیزانیدن مؤسسه‌های تعلیمی، بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی، بنیاد و تجهیز راه‌های ماشینگرد، کم کردن تلفات نیروی برق و استواری انتقالیات، دستگیری خواجگی‌های دهقانی و رشد ساحه کشاورزی، تأمینات با آب آشامیدنی و بهداشت در شهر و دهات، ساحل مستحکم کنی و کارها دایر و پیشگیری کردن ضرر آفت‌های طبیعی روانه شدند. گرچند در سال 2020 و 2 ماه سال جاری نقشه درآمد بودجه دولتی در ولایت متناسباً 103% و 100% اجرا گردیده است، ولی بعضی شهر نایا اجرای نقشه درآمد بودجه دولتی را تأمین نکردند. این نایای کوشانیان 97%، وحش 95%، خراسان 93%، عبدالرحمن جامی 90 و 5.87% اجرا شده است. حجم بقیه پولی‌های انداز در دوم سال 2020 با مبلغ 21 میلیون سامانی زیاد گردیده، اولی سال 2021 با 190 میلیون سامانی رسیده است که نگران کننده می باشد. بقیه پولی‌های قرضی انداز در شهر نایای واسع، وحش، باختر، شهر توس، خراسان، عبدالرحمن جامی، جیهون، فرخار، ناصر خسرو و بلجان خیلی افزوده است. سال 2020 در سمت خراجات مقصدناک و شفاف مبلغ‌های بودجتی و رعایت قطعی انتظام مالیوی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن، مؤسسه‌های بودجتی و دیگر تشکیلات به کمبودیا راه داده شده است. سنجش‌های در ولایت گذرانیده پلات حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون در سال 2020 ضرر مالیوی را در حجم 18 میلیون سامانی آشکار نموده. بنابراین رئیسان ولایت، شهر نایا و رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی وظیفه دارند که کمبودی‌های جای داشته را در این سمت سریع وقت برطرف کرده، اجرای قسمی درآمدی بودجه راه ندادن به افزایش بقیه پولی‌های قرضی انداز، بهتر گردانیدن ثمرناکی خراجات بودجه و شفافیت آن را تأمین نمود. اینچنین رهبران و مسئولین شهر نایا ولایت را ضرور است که دایر به پرداخت سریع وقتی مزد مهنت و نفقه منتظم چاره‌جویی نمود. قریب 10 میلیون سامانی قرض مزد مهنت در ولایت وجود دارد. سال 2020 از جانب نظام بانکی در حدود ولایت 1 میلیارد 750 میلیون سامانی
قرض داده شده است که نشان داده نسبت به سال 2019 151 میلیون سومانی زیاد بوده 33% به ساحه کشاورزی 33% به مقصدهای استعماری 13% به سودای خارجی 10% به ساحه خدمت‌رسانی و باقی مانده به دیگر ساحه راست می‌آید. از حجم عمومی قرض‌های داده شده 89% را قرض‌های خرد تشکیل می‌دهند. با وجود این نشان دهنده ذکر شده با در نظر داشت امکانیت‌های ولایت در سمت رشد صاحبکاری خصوصاً صاحبکاری استحصالی قانع کننده نیست. از این لحاظ با بانک ملی و دیگر تشکیلات‌های قرضی ضرور است که دایر به زیاد نمودن حجم قرضی و ساحه اقتصادیات علالخصوص در بخش صاحبکاری 3 ساله و پیشنهاد قرض‌های خرد به ناحیه‌های دوردست کوهستان تدبیرهای علاوگی اندیشه. شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی در دوره صاحب استقلالی کشور در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بنیاد گردیده اول سال 2021 و 620 رسیده است که از این حساب 37 کارخانه در سال 2020 تأسیس یافته است. ولی تاکید می‌سازم که این نشان دهنده نسبت به امکانیت و ذخیره‌های ولایت تماما پست میباشد. در مجموع سال سپری شده در ولایت 91 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی با 900 جای کاری به استفاده داده شده است. در برابر این باید گفت که سال 2020 77 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده، فعالیت 27 کارخانه پوره قطع گردیده است. حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت سال 2020 به 8.8 میلیارد سومانی رسانیده شده. نسبت به سال 2019 همگی 0.7% افزایش یافته است و در 4 شهر و ناحیه یاوان، جیهون، دوستی و شمس‌الدین شاهین کم شده است. در این دوره از 163 نوعی محصولات صنعتی در ولایت تولید شده، سرعت افزایش استحصال 61 نمود آن یعنی 37% نسبت به سال 2019 تأمین نگردیده است. از جمله استحصال آرد 41%، کلابه پختگی 20% و لباس مکتبی 9% کاهش یافته است. حالا که در ولایت 780,000 قریب 800,000 خواننده است. یک شیم کسیم برو پوشیدن 800,000 داره، یک کرته 800,000. میگن جای کار نیست. رئیسای شهر و ناحیه با اونا جویی میکنه تو. در شهر بختر 1000 مراتب رحمت به پدر مادر صاحب کار. میگه جناب یالی من همین جراب بافی وای کردن برآوردن اول جا که نیافتم در خانه‌ام سر کردم. در خانه خودم 4-5 تا آموزنده در خانه جراب میبرآوردیم. بعد که زمین دادن من اینجا ساختم 20 تا دستگاه آوردم، حاضر 30 تا بانوان دختران در همونجا کار کرده. 100,000 در یک ماه هر گونه قریب 10-20 نمود رزمیرها جراب میبرارند. 100,000 در یک سال 1,200,000 بد نیست. من گفتم صادرات کن، گفت جناب یالی صادرات در نمیرسد. بسیاریمون میشینه میگه چیکار کنیم؟ اقلا صاحب کارا خواهی کار کنیم. یک کارخانه تکنولوژی خورد کار کرده خوش کردن میوه 41,000 دلار. در دو جماعت میمانی میوه مردم هم میگیره خوش میکنی و درآمد میگیرن صادرات میکنی. از این هم درآمد هم جای کاری ذوق نیست. در ولایت سطح تامینات خوانندگان با لباس مکتبی استحصال خودی 7.8% تشکیل میکنه. این سال میکنه رئیس ولایت تا 1 سپتامبر تامین میکنه تو. ماده حسابات میدی. کدام نکردی؟ جوتا بیو. سال 2020 حجم استحصالات در ساحه صنعتی کارکرد ولایت نسبت به سال 2019 هم کاهش یافته 97% را تشکیل داده است. حالا که حصه آن در حجم عمومی استحصال محصولات صنعتی به 48% برابر میباشد.
در حجم عمومی 3 سال محصولات صنعتی ولایت تا به حال این 3 سال نیروی برق حصه نظر است دارد. حالا 92% نیروی برقی در کشور تولید شونده با ولایت ختلان راست میاد. تلفات نیروی برق در سال 2020 در حدود ولایت 15.5% را تشکیل داده است که این گواهی فعالیت غیر ثمرناک ساختارهای متصدی در سمت مذکور میباشد. عموما باید گفت که حالت امروزه ساحه صنعتی ولایت برای نایل گردیدن به هدف استراتژی صنعتی کنونی با صورت کشور غیر قناعت بخش است. برای همین من وزیر صنعت جمهوری را تعیین کردم معاون رئیس ولایت. وزیر کشاورزی جمهوری را تعیین کردم معاون اولی رئیس ولایت که رفته ولایت کلان کار کنه اقتصادات بالا برداره. بنابراین رهبران مقامات جای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن را ضرور است که یک جا با وزارت صنعت و تکنولوژی های نو و دیگر وزارت ادارای داخلدار جهتی با اقتدار پوره به کار درآوردن کارخانه‌های صنعتی خصوصا در سمت برقرار نمودن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده نقشه مشخصی چاره‌بینی‌ها تهیه کرده اجرای آن را تأمین سازند. همزمان با این تشبس‌های صاحبکاران و بخش خصوصی را برای بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی بخصوص کارخانه‌های دوزندگی، کارکردی محصولات کشاورزی و واردات تکنولوژی معاصر همه جانبه دستگیری نموده جهت تأسیس پارک‌های تکنولوژی تدبیرهای ضروری را راه اندازی نمایند. علاوه بر این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان وزارت انرژی و ذخیره آب و شرکت برق تاجیک را ضرور است که دایر به کم کردن تلفات نیروی برق و به معیار تکنولوژی 9% رسانیدن آن چاره‌های مشخص اندیشد. ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصادیات ولایت بوده. نقش آن در حفظ امنیت آزخوار ولایت و کشور، رشد ساحه صنعت، افزایش امکانیت‌های صادراتی ولایت و تأسیس جایهای نوی کاری خیلی مهمی باشد. سال 2020 حجم 3 سال محصولات کشاورزی ولایت 17 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که این 50% حجم عمومی محصولات کشاورزی مملکت را تشکیل می‌دهد. در برابر این تاکید می‌سازم که سال 2020 در ولایت زمین‌های حالت ملیارتی‌شان غیر قناعت بخش 17,000 گکتار را تشکیل داده است که این 42% میدان عمومی چنین زمین‌های در کشور به کار گرفته شده را تشکیل می‌دهد. سال 2020 در ولایت 1,300 گکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده است که 26% زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده مملکت را تشکیل می‌دهد و چنین وضع خیلی نگران کننده می‌باشد. علاوه بر این نه در همه شهر نایای ولایت زمین‌های کشاورزی ثمرناک استفاده می‌شود. با حالت 1 مارس سال 2021 در میدان 4,700 گکتار کشت کارتوشک انجام داده شده است ولی این نشان دهنده نسبت به دورنما 3,100 گکتار کم میباشد. کارتوشک پروری را مثل خطاگی‌های سال 2020 نکنید. هرچند که حجم این 3 سال محصولات کشاورزی در ولایت طرف افزوده ایستاده است اما در سمت کارکرد آن یک قطار مشکلات جای دارند. با این سبب قسم زیادی محصولات کشاورزی ولایت برای کارکرد و صادرات به دیگر منطقه‌های کشور انتقال داده می‌شود. تجربه صاحبکاران و صنعتیان ولایت سوخت را آموختن در کار همکاری کنید، دعوت کنید در اینجا کارخانه را بنیاد کنند. من هم صاحبکارا در سپارش دادم قدی صاحبکارا که از ولایت مسکو آمده بودن من شما در روان کردم که 2 کارخانه می‌سازید. 2 کارخانه در حدود ولایت برای کارکرد محصولات کشاورزی مخصوصا سبزوات. سال 2020 از 129,000 تن میوه سبزوات از کشور صادر گردیده 95,000 تن یا 74% در ریاست منطقوی گمرکی ولایت سوخت به رسمیت درآورده شده است. از ولایت شما رفته است با آنجا راه آهن قطعی صادرات شده است. رهبر ولایت راه آهن کار فرماید از داخل صاحب کارا قطعی هم امکانیت را باشد 90% امتیازی
هم جای کاری روی آهن چیا 800 نفر جای کاری میواد هم روی آهن کمونیکاسیون از ویرانه میشه هم با ده ها هزار جای کاری میشه چون این حالت روند استحصال محصولات نیایی دارای ارزش بلند علاوه شده را خللدار کرده باعث از دست رفتن امکانیت تأسیس هزارها جای نوی کاری میگردد طبق معلومات آماری از 56,000 تانه نخ پخته از سپتامبر سال 2020 تا فوریه سال 2021 در ولایت ختلان استحصال شده تنها 14,000 تانه یا که 25% آن در داخل ولایت برای کارکرد و استحصال میوه صنعتی از جمله 12,000 تانه در جمعیت جانتای دنگره استفاده شده است. بنیاد کارخانه‌های رساندگی بافندگی را نیز برای ماندن لازم است. امکانیت‌های ولایت ختلان برای صادرات محصولات کشاورزی و محصولات کارکردی آن مخصوصاً زراعت‌های بروقتی و کشورهای همسایه نهایت کلان میباشد و ضرور است که دایر به این مسئله تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شوند. پیش یک راه بود این راه ایواز این تا دوشنبه حاضر طرف چین راه کردیم طرف افغانستان هفتم پول را بنیاد کرده ایستادیم هفتم پول یک پول 5 پایان هر روز به حساب میمانه تا 3.5 تا 5,000 تن سمید رفته ایستاده است کم و بیش مسائل ساختمانی سبزوات پیاز می رود 6 تا پول دیگر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان با افغانستان پیوست محصولات می رود تا نمک و دیگر وای می رود با فروش می رود 4 تا بازار نزدیک سرحدی کردیم این طرف قرقیزستان این طرف ازبکستان این طرف چین برای فروشین تجارت یاد گیریم طبق آمار گمرکی سال 2020 از ولایت ختلان همگی 144 میلیون دلار محصولات برآمده است که همگی 10% صادرات کشور تشکیل میکنه از حجم عمومی محصولات صادر شده 80 میلیون دلارش یا که 86% محصولات کشاورزی و کارکردی تشکیل میکنه از جمله در این دوره از ولایت همگی با مبلغ 2.7 میلیون دلار 22,000 تن میوه سبزوات که 93% آن را تنها پیاز تشکیل میدهد صادرات کرده شده است. مثلا پیاز بروقتی یک چیره خاطررسان تان میکنند سراسیمه نشوید آن ویران نمیشود خشک خواندن نگاه داشتن در کار تکنولوژیش از نگاه کردن در کار است میتوان پمیدوری که در شهر وحدت وقتش میکاریدن پرورش میکردن 90 تن 100 تن میگرفتن حاضر تکنولوژی حاضر قطعی برآمده است 1,500 تن از یک هکتار پردی 1,500 از یک هکتار 150 تن کلوبلیکه بعضا دیخوجگی دیخانی علاقه کم یاد گرفته ایستادن در بین باغا ثمرانات استفاده برده از زمین کارتوشکا کردن بعضا زراعت‌های دیگر کردن البته اینجا متخصصان قطعی باز نصیحت پرسیدن در کار که کدام نمود زراعت در بین باغ چی حال است سیب است زردآلو است خب آلو است دیگر است بعضا زراعت‌هایی است که زیان میارد به درخت بعضا زراعت‌هایی است که ممکن است اکوای کردن بنابراین برابران ولایت و شهر و نواحی یکجا با وزارت اداره داخله سپارش داده می شود که جهت بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌های کشاورزی برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده سریع گذراندن کشت بهاری زراعت‌ها افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی کارکرد و صادرات آن اینچنین تشکیل انفراستراکچور صادراتی تدبیرهای مشخص اندیش با در نظر داشت امکانیت‌های فراوان ولایت رشد ساحه‌های پخته‌کاری چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و در این زمینه برآمدن کارکرد صنعتی محصولات ساحه‌های ذکر شده افزایش دادن استحصال محصولات غذایی و مهیا کردن جایهای نوی کاری را تامین نمود در شرایط شدت گرفتن تهدید و خطرهای جهانی معاصر از جمله وابسته به پیامدهای پاندمی کرونا ویروس نزاع‌های سیاسی و تجارتی تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های خرابی‌آوری آن سال 2021 بسیار مرکب و وزین پیشگویی میشه از این رو بار دیگر تاکید می‌نمایم که برای حفظ امنیت آزقه‌آوری کشور
و با جای کاری تامین نمودن شهروندان رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها خواجگی‌های دهقانی تمام کشاورزان و هر یک عائله را ضرور است که استفاده ثمرناک زمین از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی زمین‌های بین باغ‌ها و با همین راه گرفتن 3-4 حاصل و ذخیره نمودن آز قواری را در هر یک عائله تامین نمایند. جهت تجدید و برقرار نمودن شبکه‌های آب تامین کنی زمین‌های ولایت که فعالیت منظم ساحه کشاورزی ولایت را تامین می‌نمایند یک چند لایحه و برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی وارد کرده شده است. وابسته به این مسئله حکومت مملکت از جمله کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی وزارت‌های مالیه و کشاورزی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ختلان را ضرور است که جهت دریافت مبلغ‌زایی لایحه‌های تعمیر و تجدید پایگاه‌های آبکشی که هزارها گکتار زمین‌ها توسط آنها آبیاری کرده می‌شوند تدبیرهای فوری اندیشه. در پیام رهبر دولت که 26 ژانویه سال جاری پیشنهاد گردید سپارش داده شد که با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت همه آنها سال 2021 از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. باور دارم که با استفاده از این امکانیت کشاورزان کشور از جمله کشاورزان ولایت ختلان از آب و زمین و شرایط مساعد ثمرناک استفاده نمودند باز هم بیشتر محصول استحصال میکنند و در فراوانی بازار استعمالی و حفظ امنیت آزقاری مملکت سهمی ارزنده میگذارند. با واسطه تلویزیون، رادیو دیگر اخبارهای الکترونی رسانه کرده باشه وضعیت جامعه جهانی روز به روز متشنج شده ایستاده است. من در سال گذشته گفته بودم در پیامم همین شرایطی که آمد زمان سال جنگ دوم جهان برابر بود. با زمان جنگ دوم جهان اقتصادیات جهانی با همون رفته رسید. همین شب و روزها در نیم دنیا با سبب کسلی کووید 19 کرونا ویروس کار نیست، مردم کرانتین است. شکرانه که در ما این چیز از ماه ینور عموما در تاجیکستان این چیز نیست، از بین برداشته شد. لیکن این معنای آن را ندارد که ما شما هوشیار نباشید، احتیاط کردن نکن. حکومت دولت تمامی چاره اندیشیده ایستاده است، لیکن از ما شما از کلی مردم وابستگی دارد. بسیاری دولت ها علاقه خرید و فروش داد و گرفت مواد غذایی را قطع کرده ایستادند. نرخ را به نهایت بلند برداشتند، چون که مخصوصا مواد غذایی، چون که بسیار دولت ها هم خوشحالی هم مردم کار نیست، زمین ها خالی، آدمی کار میکردگی نیست. انا در همین شرایط من بار دیگر با کل مردم شریف تاجیکستان تاکید میکنم که بسیار همین سال بسیار تقدیرساز است. ماه اپریل همه چی زراعت کش کرده می شود، نه یک بار، 2 مراتبه 3 مراتبه زراعت در زمین نزد حولگی سر کرده تا زمین های پرزیدنتی، زمین های خواجگی های دهقانی که جای در زمین ها بیکار مانده است، مردمی که ندارد تقسیم کرده تا اینکه یک نمودی زراعتی مواد غذایی یا سبزیجات یا دیگر چی کش کرده گیرد برای خودش. کسی که زحمت کشید، محصول ذخیره کرد، مهنت کرد، فایده شد، امروز هم بازار نمیرود. برعکس زیادتیش هم برده فروخته ایستاده است. یکی از هدف‌های استراتژی ما به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان میباشد. جهت تطبیق این هدف حالا در کشور تجدید و ساختمان راه‌ها و نقل و پل‌ها اینچنین دیگر اینفراستراکچور نقلاتی با مرام ادامه دارد. سال 2020 در ولایت تطبیق 10 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه نقلات از جمله مرحله‌های یکم و دوم لایحه تجدید ساختمان راه‌های ماشینگرد دوشنبه باختر با مبلغ عمومی 2.3 میلیارد سامانی، ساختمان راه ماشینگرد کلاب قلعه خم، قطعه‌های کلاب شمس‌الدین شاهی و شکیب قلعه خم با مبلغ بیش از 1 میلیارد سامانی
عملی شده ایستاده است. در دایره لایحه تجدید راه مرکزی شهرهای باختر و کلاب تا به امروز 32 کیلومتر راههای داخلی شهری تجدید گردیده، کارهای ساختمانی باز 25 کیلومتر دیگر ادامه دارند و تا آخر سال باید به انجام رسد. تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی راه کلاب مومن آباد به مبلغ 250 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده می شود. سال جاری تجدید راههای ماشینگرد دوشنبه باختر، قطعه قزلقلعه باختر، هولبوک تیمورملیک کنگورد و باختر دنغره، ساختمان پل از بالای دریای پند در موضع کاکل ناحیه فرخار آغاز می گردد. اینچنین سال جاری لایحه کشی راههای ماشینگرد دنغره گلستان و گلستان کلاب پوره به انجام رسانیده، ساختمان آنها سال 2022 آغاز میشد. علاوه بر این در دایره نقشه چهاربینی ها با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی سال 2020 با دستگیری شرکت و صاحبکاران وطنی و اهالی در شهر نایای ولایت با مبلغ 111 میلیون سومانی کارهای تعمیر و برقرارسازی راههای ماشینگرد و انشاءات آنها اجرا گردیدند که نسبت به سال 2019 قریب 2 برابر زیاد می باشد. اینش در رحمت کلام. برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر نایای آن سپارش داده می شود که با استفاده از تمام امکانات ها از جمله با جلب صاحبکاران و اهالی تجدید و برقرارسازی راههای محلی یعنی راههای داخلی دهات بین شهرک و دهات و شهر نایا را صورت بخشد. همچنین به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، وزارت نقلیات و دیگر مقامات داخلدار ضرور است که جهت بنیاد مرکزهای لوجستیکی در منطقه‌های گوناگون ولایت مخصوصا در مسیر راههای بین المللی ماشینگرد و راه آهن تدبیرهای عملی را برآورد. گرچند برای بارکشانی توسط راه آهن در مسیر ختلان از 30 تا 80% تخفیف‌ها جاری گردیدند، سال 2020 انتقال بار توسط گذرگاه راه آهن خوشادی اموزنگ همگی 2% حجم عمومی بارکشانی را توسط این نمود نقلیات تشکیل داده است. بنابراین وزارت نقلیات، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان وظیفه دارند که در سمت زیاد نمودن حجم بارکشانی توسط گذرگاه مذکور و به این وسیله تأسیس دادن جایهای نوی کاری چاره‌جویی نمایند. جهت با آبی با صفت آشامیدنی تامین نمودن اهالی شهر ناحیه ولایت ختلان از جانب حکومت مملکت 3 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 452 میلیون سومانی عملی گردیده. در دایره آنها برقرارسازی شبکه‌های آب نوشاکی در شهر ناحیه 5 میر سید علی حمدانی، دنغره، باختر و یک قسم شهر کلاب به انجام رسانیده شد. علاوه بر این برای برقرارسازی و از نوسازی شبکه‌های آبرسانی در شهر ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی، یاوان، نارک، واسی، کشانیان، لیوکن، دوستی و جیون 3 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی 888 میلیون سومانی ادامه داشته. از مبلغ ذکر شده تا امروز 224 میلیون سومانی از خود کرده شده است. قریب 1 میلیارد سومانی روانه کرده. اینچنین سال جاری نوبت دومی لایحه آب تامین کنی و کاریز شهر کلاب با مبلغ بیش از 170 میلیون سومانی آغاز می‌گردد. حاضرین محترم، در 10 سال آخر حکومت مملکت مبلغ‌زاری را به ساحه معارف ولایت از حساب بودجه دولتی قریب 4 برابر زیاد کرده. حجم آن را از 286 میلیون سومانی سال 2011 با 1 میلیارد سومانی در سال 2020 رسانیده است. جهت دستگیری جوانان بالیاقت از ناحیه دوردست ولایت در این دوره تحقیقات پرزیدنتی 4900 نفر از جمله 2100 نفر دختران دانشگاه و دانشکده را ختم نموده حالا در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور
2025 نفر با کوتای پرزیدنتی تاجیکستان تحصیل کرده ایستادند. برای فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تنها سال 2020 در ولایت ختلان 69 مؤسسه تعلیمی و بناهای علاوگی برای 24,000 خواننده با مبلغ 118 میلیون سومانی ساخته به استفاده سپارده شده است. با وجود این تا به حال در 30 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ولایت روند تعلیم و تربیت در 3 بست برای مانده شده است که جهت اصلاح این وضع باید تدبیرهای فوری اندیشیده شوند. در ناحیه عبدالرحمن جامی در 9 مؤسسه، فرخار 7، کلاب 4، دنغره 3، وخش 2، بلجوان 2، همدانی 1، واسعه 1 و کشانیان در 1 مؤسسه تحصیل در 3 بست ادامه دارد. سطح تطبیق برنامه‌های دولتی ساوی در ولایت از جمله برنامه دولتی تامین مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2018-2020 اجرایشش 22%. برنامه رشد مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی خصوصی برای سال‌های 2014-2020 اجرایش همگی 2%. برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2022 اجرا 20% و برنامه رشد ساحه معارف ولایت ختلان برای سال‌های 2017-2021 اجرایشش 22%. عموما با طلبات جوابگو نبوده ضرور است که در این سمت تدبیرهای به تأخیر اندیشیده شود. فراگیری کودکان در مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای رشد کودکان ولایت نیز تا حال قانع کننده نبوده. طبق معلومات آماری تنها 10% کودکان با چنین مؤسسه ها فرا گرفته شدند. مسئله دیگری حل طلب ساحت در ولایت با مؤسسه‌های تعلیمی طبق راهخط پوره حاضر نشدن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی رویه آموزگاری میباشد. در سال تحصیلی 2020-2021 طبق راهخط وزارت مالیه و علم از 1521 نفری فرستاده شده همگی 836 نفر یا 55% ختم کنندگان با مؤسسه حاضر گردیدند. موافق معلومات همگی 154 آموزگار نمیرسد و 354 آموزگار دیگر معلومات میانه دارد. ما 1,500 فقط در 1 سال دوام 2021 اولی 21 روان کردیم. اگر 100 تایز تامین میکردیم این پرابلم از بین میرفت. اینا جدید در ملت‌های توتری حل فصل کردن در کار. بنابراین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان شهر و ناحیه‌های آن و وزارت معارف و علم وظیفه دارند که جهت حل مشکلات و مسائل وابسته به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی مخصوصاً در ناحیه‌های دوردست چاره‌جویی نموده اجرای سری وقتی و با صفت برنامه‌های دولتی ساحه اینچنین و جای کار حاضر شدن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی رویه آموزگاری را تامین نمود. حفظ صحتی عامه و بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی یکی از مسائلی می باشد که همیشه در مرکز توجه دولت و حکومت قرار دارد. قابل ذکر است که در دوام 10 سال اخیر وابسته به بهداشت سلامتی اهالی و بهتر نمودن فعالیت مؤسسه‌های ساحه تندرستی از جانب حکومت مملکت زیاده از 20 برنامه دولتی قبول گردیده مبلغ زاری به ساحت سال از سال افزوده ایستاده است. در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری با مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی در ساحه تندرستی ولایت ختلان بنیاد 941 انشاءات با مبلغ عمومی 600 میلیون سومانی پیش بینی گردیده تا امروز 633 انشاءات و بناها ساخته و استفاده داده شدند. در یک ولایت این وزیر تندرستی 941 انشاءات ساحه تندرستی در ولایت در جمهوری چنین وای نبود در تاریخ جمهوری.
این شاطره خوب وای کرده هم تامین تجهیزات کننده کار هم خوب استفاده نمودن در کار برای طبابتی شهروندان با مقصد پیشگیری کردن بیماری سرطانی کرونا ویروس در منطقه‌های باختر و کلاب مرکزهای ویروسولوژی تأسیس داده شده 909 نفر متخصصان ساحه با مشغولیت‌های بلند برداشتن سویه دانش تخصصی فرا گرفته شدند. با وجود این باید گفت که تامین مؤسسه‌های تندرستی با کادرهای بلند اختصاص و سطح دانش کسبی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه طبی از جمله دایر به استفاده تجهیزات حاضر زمان و تشخیص و طبابت یک قطار بیماری‌ها بهبودی را طلب می‌نماید. فعالیت مؤسسه‌های حفظ اجتماعی وابسته به دستگیری معیوبان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی به اصلاحات جدی نیاز دارد و مسئولان ساحه وظیفه دارند که در اساس تحلیل همه طرفه دایر بر رفع کمبودی و مشکلات جای داشته تدبیرهای ضروری اندیشه. در این روند وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت تطبیق سنت‌های برنامه‌ای ساحه را تامین کرده برای باز هم بهتر کردن سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی چاره‌جویی نمایند. مخصوصا وزیر تندرستی رئیس ولایت تعمیر و تجدید کسالخانه ولایتی حتی راهش از چهارراه تا رفتن کسالخانه گرد اطرافش در وقت زمانی که این کسالخانه وای بود بسیار یکی از جایهای بهترین تازه آزاده بسیار زیبایی وای بود. بیایید تعمیر کنید ترمیم کنید تکنولوژی از اینجا کشاله کردن مریضا رو بردن در کار نیست با شهر دوشنبه همیشه شرایط مهیا در همینجا ما پیش از همه غمی انسان خوردن با در کار مردم فکرش کنید نوبت خطی در یک سال نمیشه 2 سال 3 سال بنابر تعمیر تجدید کپیتالی کنید قسم دیگر مسئله حل طلب و مهم در حدود کشور و مخصوصا در ولایت ختلان که سیر اهالی می باشد با جای کاری تامین نمودن ساکنان به حساب می رسد. وابسته به این مسئله باید گفت که در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت و دستگیری صاحبکاران کشور در مدت قریب 8 سال آخر شماره شهروندان ما که به مهاجرت مهنتی می روند 84% کم شده است. سال 2020 از تاجیکستان همگی 129,000 نفر به مهاجرت مهنتی به خارج کشور رفت. با وجود این تاکید می‌سازم که گرچه در ولایت ختلان سال 2020 به 73,000 جایهای کاری دائمی موقتی تأسیس داده شدند در این مدت بر همخوری 31,000 جای کاری به قید گرفته شده است که چنین وضع بسیار تشویش آور می‌باشد. رئیسان ولایت و شهر نایاب وظیفه دارند که در همکاری با صاحبکاران در زمینه بنیاد اقتدارهای نوی استحصالی هوسمند نمودن فعالیت صاحبکاری و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمینهای نو برای تأسیس جایهای نوی کاری و با همین راه پس نمودن شدت مهاجرت مهنتی تدبیرهای مشخص اندیشد. همچنین به وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی سپارش داده می شود که یکجا با رئیسان ولایت و شهر نایاب آن برای منتظم برگزار نمودن یرمرک‌های جایهای کاری خالی و فرا گرفتن بیکاران برای بازآموزی و از خودکنی کسب هنر در مرکزهای تعلیم کلانسالان چاره‌های ضروری و فوری اندیشد. حاضرین محترم، عملی سازی نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت کشور که بر رشد و ترقیات همه شهر نایاب مملکت از جمله ولایت ختلان نگرانیده شدند، اینچنین استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های موجوده و تأمین نمودن پیشرفت استوار اقتصادی و اجتماعی ولایت پیش از همه و زحمت صادقانه عزم و تلاش سازنده و حس وطندوستی و وطنپرستی تمام راهبران و متخصصان خدمتچیان دولتی و عموما هر یک ساکن ولایت وابسته میباشد. بار دیگر خاطر نشان میسازم که از روی همه تحلیل و پیشگویی‌ها سال 2021 نسبت به سال گذشته از لحاظ تأمینات با مواد غذایی قریب در تمام دنیا یکی از سالهای وزین‌ترین
و طبق اظهارات سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی حتی هلاکتبار خواهد بود. علاوه بر این بالاروی نرخ‌ها، تغییریابی اقلیم و پیامدهای ناگوار آن، خشکسالی، کم‌آبی، همچنین بیماری‌های سرایتی از جمله پاندمی کرونا ویروس و سطح زندگی مردم تأثیر منفی خود را می‌رساند. در چنین شرایط کسی پیشگویی کرده نمی‌تواند که فردا چی می‌شود و ما را چی انتظار است. بنابراین به تمام مردم تاجیکستان از جمله به همه ساکنان ولایت ختلان که کلانترین ولایت کشاورزی مملکت می باشد مراجعت کرده تاکید می سازم که ما باید از ذخیره و امکانات های موجوده از جمله زمین و آب ثمرناک استفاده نموده تمام کوشش و غیرت خود را برای رویانیدن 3-4 حاصل و هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات وطنی، بهتر تامین نمودن طلبات اهالی کشور، تقویت اقتدار اقتصادی دولت و امکانیت‌های صادراتی آن روانه سازی. سال گذشته کشاورزان ما صافدلانه زحمت کشیدند که نتیجه و فایده آن را مردم کشور و مخصوصا هر یک عائله‌ای که برای خود مواد ضروری غذایی را ذخیره کرده بود در فصل تیرماه زمستان سپری شده بر علا احساس کردند. حالا که اول بهار یعنی سر سال و سر وقت است باید هر شخصی که با زمین سر و کار دارد برای استحصال محصولات سعی و تلاش نماید و هر یک عائله نیز در فکر استحصال محصولات تامین نمودن اهل عائله خود و ذخیره مواد غذایی باشد. ما باید طرز کار کنیم که در شرایط وزنین سال جاری مردممان از لحاظ تامینات با آذوقه‌واری تنقیصی نکشند و محتاج دیگران نشوند. ما نباید فراموش کنیم که تامینات با آذوقه‌واری در تمام دنیا وزین است و هستند کشورهایی که امروز سطح قشاقی و فقر در آنها طرف افزوده ایستاده است. بنابراین ما و شما حالت امروزه جهان را حاصل نشماریم. با استفاده از فرصت مناسب تمام مردم شریف تاجیکستان، جوانان و زنان و بانوان باننگ ناموس کشور، صاحبکاران وطن دوست و همه شخصان سخاوت پیشه را دعوت میکنم که برای استقبال از زنده جشن بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال دولتی هر روز را ثمرناک استفاده کرده کارهای آبادانی و سازندگی وطن محبوبمان را وسعت بخشد. اطمینان دارم که مردم باننگ ناموس و متین اراده ولایت ختلان مخصوصا با در نظر داشت وضع جهان امروزه منبع نیست در حفظ دستاوردهای تاریخی خلقمان، حمایه منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود وطن محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته خواهند گردانید. بار دیگر کل مردم سربلند ولایت ختلان و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار جشن نوروز بین المللی تبریک گفته و هر یک شما خانه آباد، سلامتی و خوشبختی و برای کار میخواهم. دائما سلامت و سربلند باشید همکاران عزیز.